استاد سعید مراد، نگاه شما به چنین آدمانی که برای دانش قرض یا کردیت میگیرند چگونه است؟ شما چه مصلحت ها داده می توانید؟ برای معلومات، بله. برای دانش، برای تحصیل؟ بله، مثال قرض میگیرند. اگر برای خواندن قرض گیرند باکی نیست، اما افسوس که برای ماشین، برای تعمیر، برای توی قرض میگیرند و سپس بعد 1 سال این جوانان از هم جدا میشوند و غیره. اکثریت برای چنین خراجات نه چندان لازمه میگیرند. اگر کس برای تحصیل قرض گیرد، این از دیگر کارها دیده مفیدتر است، چون که تحصیل به او کمک میکند تا موقع خود را در حیات یابد و برای تحصیل او قرض زیاد نمیگیرد. ماشین را به 10 20 30 هزار دلار میگیرند با قرض، درست؟ بله. اما بله. برای تحصیل اینقدر پول قرض نمیگیرند. برای خواندن شاید 500 یا 1000 دلار قرض گیرند. خیر احتمال 5000 دلار میگیرند. اما تحصیل این خراجات را میبرد. این از آن بهتر است. من هم وقتی قرضدار شدم قرض گرفتم و رفته خواندم. من از یک دوستم قرض گرفتم و رفتم و خواندم. برای آنکه پول نداشتم و تخمیناً 3 میلیون دلار قرضدار بودم. امکانیت رهایی از این حالت را نداشتم و من فهمیدم که با این کله من حیاتم را تغییر داده نمیتوانم. با همان فهمیش و حالتی که داشتم من از عهده حل این مسئله نمی برآمدم. من گفتم و من پول در کار، پول را گرفتم و رفته خواندم. خوب شد که من خواندم و پس از خواندن قرضهایم را برگرداندم، اما دانشها با من ماندند. غیر از این دانش چنین یک خصوصیت دارد، میفهمید؟ چرا من میگویم که بهترش این آدمان برای دانش قرض گیرند نه برای کار دیگر؟ نگاه کنید، وقتی آنها میبل میخرند، میبل پس از استفاده کهنه میشود، لباس کهنه میشود، تلفن میشکند، درست؟ بله. دانش را چقدر استفاده بری زیادتر میشود. این چندین بار بهتر است. بینندگان گرامی، اگر شرایط زندگیتان پسندتان باشد، اما یگان جایی را بینید که اگر رفته در آنجا بخوانید و آن به شما کمک کند، پس نترسید، روید و حتما خوانید. این از ماندن در سطح عادی زندگی بهتر است، چندین بار بهتر است. من همین خیل کردم، خودم همین خیل کردم. دانش با شما خواهد ماند تمام عمر. دانش کهنه نمی شود، مهلتش گذشته ویران نمی شود و از همه عجیبش همیشه با تو خواهد بود، در همه جا. اما به هر جای نالازم هم پی هم رفتن در کار نیست. دولت همین خیل گفت، پس ممکن است گفته رفته پی هم قرض نگیرید، بعد به هر جای در کار نروید. این خیل کردن در کار نیست. تنها به آن جایی روید که برای به هدفتان رسیدن یاری میکند و تمام. آدمان برای چی قرض میگیرند؟ برای آن که ندارند. برای چی ندارند؟ پس قابلیت پول کار کردن ندارند، پس ارزش‌هایشان کم ثمر می‌آورند. ایجاد یگان خیل ارزش‌ها را آموختن در کار و به فروش آن ارزش‌ها رو آوردن در کار. تمام. آدمانی را یافتن در کار که به آنها این ارزش‌ها لازمند و بیشتر فروختن در کار. فرمول چنین است: خود را بساز، بازار خود را بساز و آن را کلانتر کن. تمام. مثال، خودت را خودت پیش بر. آدمانی را بیجو که تو را پیش میبرند و گروهی همراه شو که تو را پیش میبرد. با آدمانی باش که میتوانی استعداد و مهارت خود را نشان داده توانی. خود را تحریک ده. بیجو شیشتن شکایت کردن در کار نیست. بعضا پیش من برخی پروفسیونال ها آمده میگویند میدونید حاضر هیچ کس به قدر پروفسیونال ها نمیرسد و غیره. من میگویم گوش کن، از حیات شکایت کردن را بس کن. اگر یک کس به قدرت نرسید این معنای آن را ندارد که تو بدی. اگر گوهر را به کسی دیهی که نمیفهمد، او گمان میکند که این یگان سنگ سای است. پس به جای رو که به قدرت میرسند. شاید تو به جای در کاری نمیروی، شاید با آدمانی نالازم کار میکنی. جای خودت را بجو، تو درخت نیستی کو. اگر جایت را عوض کنی خشک نمیشوی. باز حرکت کن، کوشش کن، خودت را خودت تحریک ده. من هم در زندگی همین خیل کردم. مرا کسی تحریک نداده است. من مجبور شدم که هزاران بار در بسته را تق تق کنم. دور نمی رویم. آیا می دانید که من چند بار به همین میلمن رفتم تا کتاب‌های مرا گذارند؟ به نهایت زیاد رفتم. چندین بار رفتم. این را درک نمودن خیلی مهم است. هیچ گپ نه کسی به تو نگفته است. خیر چی؟ معامله تو به بعضی ها پسند نمی آید. خیر چی؟ به بعضی ها خودت پسند نیستی. خیر چی؟ هزاران بار در را میزنی، شاید در دفعه 1001 کسی در را کشاید. از این رو خودت را خودت پیش بر. سیوم، بازارت را کلانتر کن. یک خیل ایستادن در کار نیست، زیرا هر کاری که وسعت نمی‌یابد آن دیر یا زود خرد و محدود می‌گردد. کار را دائم انکشاف دادن در کار. این 3 فرمول است. کسی که عملی کند حتما موفق می‌شود. من از ابونچیانم در اینستاگرام پرسان شدم: آیا شما دولت فرو می‌شناسید؟ آیا کتاب‌های او را می‌خوانید؟ فیلمش را دیده اید؟ و به جای من شما با او چی سوال می‌دادید؟ و چنین سوالی نوشتند:
بسیاری‌ها با اهل عائله‌شان وقت جدا کرده نمی‌توانند، زیرا با بیزنس مشغولند. برای اهل عائله و بیزنس وقت جدا کرده توانستن خیلی دشوار است. شما در 23 سمت بیزنس دارید، درست؟ اگر این معلومات کهنه نشده باشد. 24 سمت و 3 لایحه اجتماعی، همگی 27. 27 سمت. بله. فاند خیریوی داریم، خانه‌های دانش داریم، آنها لایحه‌های اجتماعی هستند. اجتماعی. بله. و شما عائله دارید. بله. شما چی طور وقت جدا میکنید؟ و ما هم چی طور فرصت یابیم؟ هم به فرزندانمون وقت یابیم، بله، هم با بله. ایجاد کار خود مشغول شویم. چی طور به این همه وقت یابیم؟ میدونید اصلا جمعیت خیلی عجیب است. آن مثل عقربه که ساعت می جنبد، گاه این سو گاه آن سو. مثلا یک وقتها ماده شده بود همیشه درباره خود تکمیل دهی، انکشاف شخصیت و غیره گپ می زدند و فکری همه به آن سو روانه گشته بود. همه در فکری رشد شخصیت بودند و غیره. هوش و خیال همه به آن سو بود و اکثریت به همان سمت رفتند و اهل عائله‌شان را فراموش کردند. حالا باشد خیلی ماده شده است و همه درباره آن گپ میزنند که برای اهل عائله و فرزندان باید چقدر وقت جدا کرد. بله. دوام 2 سال اخیر ترند همین گونه است. همه درباره اهل عائله و فرزندان و برای آنها وقت جدا کردن گپ میزنند. و مانند جریان زندگی زیستن را آموختن در کار. جریان زندگی چی معنی دارد؟ من همیشه از طبیعت مثال میارم. چرا؟ چون که آفریدگار طبیعت را برای ما چون نمونه آفریده است. من مشاهده نمودم. مثلا وقتی که تو بیزنس میکنی آن را مثل دریا کردن در کار. مثل دریا تا که آن آرام جاری شود. بینید دریا شب و روز آرام جاری است و قطع نمی شود. چون این نمی شود که روزی دوشنبه جاری باشد و سه شنبه نه. دریا روزی استراحتی ندارد، استراحت نمی کند، یک خیل جاری می گردد. عیناً همین خیل عائله را طوری بنیاد کردن در کار که آن آسان پیش رود. کس باید ساختکاری نکند. انا این خیل با عائله‌ام زندگی می کنم، ما دایم چنینیم. کس دریا را تله دادن نمی تواند تا زودتر جاری شود. این ناممکن است. و 24 ساعت یک شبانه روز گنجایش یک روز عمر ماست. 24 ساعت کس آن را کم و زیاد کرده نمیتواند. من نمیدانم که چند سال عمرم مانده است. سالهایی که زیستم گذشتند. زندگی آن چیزی است که باقی مانده است، نه آن چیزی که اثر گذراندیم. میفهمید؟ زندگی آن چیزی است که باقی مانده است. تو میتوانی در همین فرصت کار کنی. سالهایی که گذشتند اکنون حیات نه، تاریخند. اکنون خاطرند. آن همین را فهمیدن در کار. این را دقیق درک کردن در کار. یعنی زندگی آن چیزی است که باقی مانده است. برای همین ما می توانیم آن را هر روز 24 ساعتی استفاده بریم. من تنها برای خودم آن را به 4 قسم جدا کردم. من 6 ساعت می خوابم، نه کمتر از 5 ساعت. بعضا سفرها و راهها مرا خسته و بیحال می سازند. بعضا 3 ساعت 4 ساعت زیر و شبانه پرواز می کنم. بعضا ریجه خوابم را ویران می کنم. اما کوشش می کنم که 6 ساعت بخوابم. 6 ساعت دیگر برای کار جدا کردم. من چند بیزنسی که دارم برای همشان 6 ساعت جدا کردم، نه از این بیشتر. من 6 ساعت کار میکنم همیشه، دائما. انا همین خیلی مهم است. 6 ساعت دیگر خودآموزی میکنم. ترینینگ ها را به کاتگوری خودآموزی شامل میکنم. من میخوانم. من قسماً رسالت روحانی خود را عملی می سازم توسط ترینینگ ها و غیره. یعنی کوشش می کنم که 6 ساعت کار کنم، بیزنس هایم را پیش برم و 6 ساعت خدمت معنوی می کنم. و خدمت معنوی شامل می کنم اهل عائله‌ام، فرزندانم را. من باید فرزندان خوب تربیت کنم. این برای من خیلی مهم است. آینده آنها برای من خیلی مهم است. از این رو من ریجه دارم. طبق ریجه با فرزندانم کار میکنم. من مسئولیت های حیاتیم را روی خط کردم و این مسئولیت ها را رعایت می نمایم. مسئولیت پدری را، مسئولیت شوهری را و غیره و هاکذا من جدی رعایت می نمایم. بعضا می شود که یگان هفته به یکی از این قسم ها وقتی بیشتر صرف می کنم، چون که یگان مشکلات یا کاری فوری می براید. اما آن را حل می کنم و باز به همین ترتیب برمیگردم. من با همین ترتیب زندگی می کنم و این خوب است. این خیلی خوب است. شاید من به اهل عائله‌ام وقت زیاد جدا نمی کنم و یا به قسم دیگر، اما می کوشم همه با مرام چون جریان دریا باشد. آنگاه عصب خراب نمی گردد و کس خوب زندگی می کند. اگر کار خودی حاضر برار نگیرد، من باوری دارم که آفریدگار برای من نتیجه بهتری آماده کرده است.